فرآیندهای تولید پالت پلاستیکی. 6 فرآیند اصلی برای تولید پالت پلاستیکی وجود دارد. 1. تولید پالت با قالبگیری تزریقی با فشار بالا. این پالت ها معمولاً از پلی‌پروپیلن کوپولیمر یا رزین پلی اتیلن با چگالی بالا ساخته می شوند. پلاستیک و ماده رنگی با هم در یک محفظه ذوب می شوند که دمای ذوب حدود 250 درجه سانتیگراد است. 2. تولید پالت با قالبگیری فوم ساختاری است. این فرآیند قالبگیری تزریقی کم فشار است. گاز بی اثر نیتروژن دیوکسید کربن یا عامل دمنده شیمیایی دیگری که با پلاستیک واکنش شیمیایی نمی‌دهد به پلیمر ذوب شده وارد می‌شود. این امر چگالی پلاستیک را کاهش می‌دهد و محصول سبکتری تولید می‌کند. 3. تولید پالت با ترموفرمینگ. ترموفرمینگ یک فرآیند طولانی مدت برای قالبگیری پلاستیک است و می‌تواند یک قالب دقیق تولید کند. پالت را می‌توان با استفاده از غلطک‌های خودکار و روترهای CNC با دقت سفارشی ساخت. 4. تولید پالت با قالبگیری فشاری. قالبگیری فشاری روشی مقرون به صرفه برای تولید پالت‌های پلاستیکی جدید است. این روش شامل مواد کمتر هدر رفته نسبت به قالبگیری تزریقی و هزینه ابزار و نیروی کار کمتر است. 5. تولید پالت با قالبگیری چرخشی. پالت‌ها رایج‌ترین محصولات فرآیند قالبگیری چرخشی هستند. این فرآیند با یک ماده پلاستیکی پودری یا دانه‌ای شروع می‌شود که در قالب بارگذاری می‌شود. 6. تولید پالت با اکستروژن پروفایل. پالت ساخته شده به روش پروفایل اکستروژن شبیه یک پالت چوبی است. پلاستیک خام از طریق یک استرودر ذوب شده و تحت فشار قرار می‌گیرند. پس از سرد شدن آن را به شکل‌های تخته مانند برش داده و با حرارت میخ یا جوش به هم محکم می‌کنند. به طور کلی فرآیند تولید پالت‌ها دارای روش‌های مختلفی است که در این پادکست سعی شد تا مهمترین روش‌های تولید پالت پلاستیکی مورد بررسی قرار گیرد.